بچه شما سایت خوش اومدید به یه ویدیو دیگه سانجا. امروز قراره بریم با هم یه چالش خیلی سخت. این که فقط از یک اسلاید بهش میگن چیه اینا، این پایین سمت چپ اینا، یه دونه از اینا فقط میتونیم استفاده کنیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ساب کنید، ویدیو لایک کنید، زنگوله براشم بزنید و دیگه زیاد حرف نمیزنیم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بچه‌ها اول شروع شد و خیلی سخته. الان من فقط از یه دونه میتونم استفاده کنم. اینا رو بزنم بالا. اولی گول میگیرم. الان اینا همین بالا باید باشه، این بالا اینجا باید باشه. هر موقع خواستم باید این کار کنم. وای خیلی سخت. مثلا اینجوری میشه کرد، اینجوری. آره خب خیلی قرار سخت باشه. این چجوری از اینجا افتاد؟ مثلا دیدمش. وای خیلی سخت، خیلی سخت چالش. واقعا وای عادت ندارم اصلا. خداحافظ. وای لگ ترپ هم خواستیم این وسط کنیم نشد. وای خیلی رو مخه، خیلی رو مخه، واقعا رو مخه. چالش. خداحافظ بابا. تو هم بیا ها. تو هم نه اشتباه کردم. نه بدمونم رفت. به داشت. بیا برو. حالا بیا. لگ هاش اومده. خب بچه بعدم داره استارت میشه و استارت شد. بابا گره هم هستیم. آخه پیسی کوچولو. فقط میسازیم بریم، چون الان من فقط از یکی میتونم استفاده کنم و اینا رو باید بذارم این بالا. یا خدا چه مچی. پینک داره نه نداره، رد داره نه نداره، هیچ کس نداره. بس میریم به سمت اون پینک. چرا داداشمون افتاد؟ خیلی سخته. اینو نمیگم سخته، میگم موقع بیری زدن حرف زدن خیلی سخته. الان میشه یه چی به من بدید من برسم اونجا فقط؟ نه خب از اینجا که میشد پرید، من چه میترسیدم بپرم. خب الان اینو میگیریم. نه برو بالا. آفرین برو بالا. با یه عالمه پول. خب چون از یکی از اسلاید ها میتونیم استفاده کنیم. فقط اینه. وایت داره، وایت هم که نداره. چرا هیچ کس نداره؟ فقط یه اکوا داره. اونم لگ نشم بیفتم. من چه قلبه که ازم خوب پیش نرفت. یک نور فسپیریج میزنه برام. آها خب بیام از این منطقیه. جاشون رو عوض میکنیم. ها اکوا. به پیداش کردم. فقط یه پیکس میخواد کارشو بسازم. فقط یه دونه سیزر هم من میگیرم محض احتیاط چون نیازه واقعا. و از اینا میگیرم، بازم میگیرم. خب الان دیگه راحتیم. فقط یه مشکلیه که از این فقط از یکیش میتونیم استفاده کنیم.
ولی بازم میریم، ما قهرمانیم، میتونیم میبریم. یه قهرمان هیچ وقت خواستم بگم یه قهرمان هیچ وقت باخت نمیده، گفتم یه قهرمان هیچ وقت پول نمیده. خیلی مچ بی‌مزه‌ای بود ولی اوکی. خب مچ سوم مچ آخرم شروع شد و 2 تا دست قبلی که حال نداده و امیدوارم این دست حال بده. همین اول کار این داداشمون بچه خوبیه، دست قبلی هم با همین افتاده بودیم. میشه بری داداشمون بر دمت گرم. یه قهرمان باخت نمیدهد، اینو بندازید گوشه ذهنتون. حتی شاید هم بدهد ولی اصولا نمیدهد. من دست قبلی هم با این فایت دادم. خاک دوست دارم یه ذره پایین تر میگرفتم موسایی کاش. بذارید یه لحظه. آها راستی من نمیتونم بیشتر از یه چی استفاده کنم. بله الان فقط این بیاد پایین، همین بیاد اینجا. این بیاد خیلی سخته. افوفم یکم پایین نیست. پروه دیگه. وای این کیه؟ بزن نسبت کنم. بزنش آفرین ماشاءالله. قهرمان اکوا بد داره متاسفانه. نمیدونم چیکار کنم. هرچه سریعتر باید این برشو بزنیم وگرنه میبازیم مثل سگ. میرم بالا. قهرمانم من. قهرمان باخت نمیده. آویزه گوشتون کنید اینو. هی وای اینجام که چیه؟ بگم شما یه لحظه خواستیم چی کنیم؟ وای من چرا از بالا وارد نشدم؟ فقط هم که اینام برم بالا نمیرن. بیا نزدیک بیا. خب آفر دمتی هم داداش، نوکرتم هستم، واقعا نوکرتم هستم. خب برو آفر. سلام داداش. اینو میذاریم سر جاش میریم. برو. هم میبینمت داداش اینجایی دی. سلام داداش. مرد. اینم اینجاست. خب الان چون میخوایم بیریج بزنیم اینو برمیدارم. یلو بد داره. وای بیا. وای تو برو در من توش. مرد. این خیلی چالش سختی ها. وای یا خدا. ای وای اصلا یعنی واقعا سخته. الان میاد. اومد. خب یه دونه از اینا. الان چون میاد بندازش پایین. فقط بندازش پایین. آها نه اندازش پایین. آفرین ماشاءالله. یارم خیلی یار خوبیه. برو بیا. میندازمت. انداختمت؟ نه انداختمش. وای زدی بی شرف. نه یا خدا.
خاک دوست سرت گلدن اپل خورد مثلا. وای 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 وای. همه اینا باید برن بالا، همشون، فقط همین باشه. یا خدا. حالا الان فقط این باشه. برو. وای تیارم هنوز زنده است، ماشالله. یارم الان چجوری دقیقا زنده است؟ تویش موندم. وای مرد 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 مرد. بده من اینو. مردم. به به. خب بچه این ویدیوم تموم شد. البته اینو بگم من ببخشید چون امروز نتونستیم خیلی باز وین بگیریم، چون من امروز حقیقتا خیلی مریض بودم و همین ساعتهای همین تقریبا الان همین دستی که دید همین الان شروع کردم و خیلی دیر وقته و اگه میخواستم ادیت کنم و یه ویدیو خیلی خوب بگیرم نمیشد. برای همین دیگه، برای همین جبران میکنم. فقط چون فردا میخوام ویدیو رو بذارم دیلی آپلودیم، امروز مجبور شدم دیگه، ببخشید. پس و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ساب کنید، ویدیو رو بقیه رو هم لایک کنید. ویدیو هم لایک بزنید و بزنید و همین دیگه به ویدیو بقیه رو برید عشق کنید. فعلا پیس.